گفت ولا تقربوا زنا، با زنا نزدیک نشوه. یعنی که با زناکار دوستی نکنه، هم نشینی نکنه، از دواعی زنا دور باشه. شخص زنا کنه و با کتگی کنه که ما مردیم، این مردی نیست، این کمال نامردی است. یک دیگه‌اش پرسیده است که مثلا بعضی اینا دعوا می‌کنن دخترها هم یا طعن هم میزنن که مثلا شما مردک نیستید. خب ما اخطا میترسیم که مثلا ماشاءالله. حقیقتا مردی ای است که شخص نفس شب خفه، شهوت شب خفه. با شیر مردی از سگ ابلیس سید کرد، ای به هنر بمیر که از گروه کمتر. مردی گمان مبر که به پنجست زور و کیف، با نفس اگر برای دانم که شاطری. شیر مرد کسی را میگن که نفس قبیله میتونه، شیر مرد کسی را میگن که اون شهوت ایخش راه گرفته میتونه. این زنا و این کاری حرام همه میکنه. ای آدم دا با خر همین از یو طرف میکنه. اکم خر با جوان مرد میشوه. اینه علما گفتند در شهوت همه نوع فروترند زی خر. حقیقتا همون محققان میگن که در همین شهوت یگان چیز به خر برابر نمیشوه. فقط خری نرا دیده نه خدو میدوا و گرخته است هم مودیانش هم را میپره. علما گفتند در شهوت همه نوع فروترند زی خر، پس چرا مرد شهوت راند که در آن هست او زی خر کمتر. این جوان مردی نیست، این خریگری ای زینا. یعنی عقل فروست نیست. مردی او است که نفس اخته باز بداری. و این زنا گناه کبیره ای. حتی خدای تعالی نگفت که زنا نکنه، گفت ولا تقربوا زنا، با زنا نزدیک نشوه، که این کار فاحشه و بسیار بد راهی است. یعنی که با زناکار دوستی نکنه، هم نشینی نکنه، از دواعی زنا دور باشه. اما بوس و کنار و گپی شهوانی پرتفتن، مقصد انما اشاره و چشمک زدن از همیا خدای تعالی میگه خطونه کنار بگیره. زینا اوس بیسته. اوی جوان مردی نیست از برای خدا که مقصد که شخص زینا کنه و با کتگی کنه که ما مردیم، این مردی نیست، این کمال نامردی است. روایت میکنند ولی همین قصه فقهای بزرگ مدینه منوره را برای تو کردم که همین یک نفرش سلیمان ابن یسار رحمه الله نام داره، به نهایت صاحب جمال بوده است. قامت بلندی، سفید پوستی، همه خیلی صاحب جمال بوده است که ایرا زیبای عرب میگفتن حتی در عصر زمانش. میگه همراه دوستش محمد ابن واسع رحمه الله قصدی زیارت خانه خدا میکنند. در راه میآیند، همین دو نفر تنها بودند. هر کجایی که شب میشود خیمه را میزدیدند، تردد میدیدند، یگو خوراکک میپختیدند، میخوردیدند، خود میکردیدند، با روز دیگه سفرشون دوام میدادیدند. قدرت خدای تعالی یک جو خیمه را میزنند، در همون نزدیکی یک قبیله عرب زندگی میکرده است. محمد ابن یسار میگه که سلیمان ابن یسار اگه قصد خوراکپزی داره در خونه، محمد ابن واسع هزم جمع کنی رفته است. همین وقت میگه زنی همون سرور قبیله، مردو نبودیان، همون زنکو بودیان، زنی سرور قبیله میوید چه پیشنهاد میکنه. همین قصد صاحب جمال بود است که عاشق شده بود است و همین دیده میگه چه پیشنهاد میکنه. این حضرت میشینه چنان با علم گریه میکنه که زنک نگه دوره کرد. همین نگه دوره 5 دقیقه و 10 دقیقه و 20 دقیقه میگذاره، نه که این گریه را بود کنه. بعد اشاره میکنه که این قصد سالم نبوده است، گفتی گپای نمی فاسقه و فاحشه و مردک نبوده است، میبرویه میروه. محمد ابن واسع رحمه الله میدرویه که حضرت حالی را گرسته است. با میویا پسکوبش میکنه که علت گریه چی است، برای چی گریستی؟ همه میگه حق در سر دی و ششتای، میگه که من نمیدونم چی کمبودی کردم که خداوند با یک امتحان مبتلا کرد که خدای بزرگ خودش پناهم داد. نباشد چوب چی میشی؟ همون مقصدم تری از زن اومد چه پیشنهادم کرد. با ایران در برش بشینه و گریه را میبرد. دو کسا. با میگه تو چی در دوری، تو چی گریه میکنی؟ گفت من میترسم که اگر در جای تو نشیدم طاقت کردن نمیتونستم. این را ببین. حضرت میگه در خواب حضرت یوسف علیه السلام هم میبینم. محمد ابی سلیمان ابن یسار خواب به حال میگه جوان مردی نه خیلی میشوند. آنمی کاری تو کاری مقصد رفتار و کرداری پیغمبرای خدای.
برای خدا نمیخیر بدن. این جوانمردی نیست که دست به زنا و به حرام بزنی و بعد با کتبی که مرد اصلا زیناکارا روزی خوش ندارن در این دنیا. عیف نساء الناس تعیف نساءکم. حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. این گپ یگان مخلوق نیست. حضرت میگه عفت زنهای مردم به جا بیاره تا اینکه عفت زنهای شما را به جا بیاره. قاعده همین است. وقتی که زنی مردم مقصد با چشم شهوت دیگه نکردی، با زن احترام با چشم شهوت دیگه نمیکنن. دست درازی و تعرض کردی با یقین بدون که با یک نفر ای خانواده تا میکورا میکنن. چه بد کردی مشو ایمنزی آفات که واجب شد طبیعت رو مکافات. امام غزالی قصه میکنه، میگه یک زرگر بدست خیلی زرگر مردم عادتا آدمای پولدار میشوند. بسیار یک زنی صاحب جمال داشت در خاندانش. میگه یک سقا بود. سقا شخصایی که آب میکشند میارن و به آب تامین میکنن. زمانهای پیش ودپرواد نبود. همین سقاها گپ زنان میکردن به یگان خانواده دگوار بود بینشو. مثلا مدتی یک هفته یک ماه به آب تامین میکردن و مبلغ میگرفتن. دویمی مقصد کار میکردن. یک روز همون سقا میگه او با او فرو ورده. نخواست همی زنی همی زرگر دید. میگه اومد در پیشش با زانو زد، زانوش آغش گرفت. گو من همی خیلی تر دوستی میدارم که اگر جان ما طلب کنی جان ما مزای خد نمیکنم. که او زنه کم بسیار زنه که پاک دامن دشنام حقارتش کرد، زد راندش با گریه و مولا میگه او مرده گریخ برفت. شب وقتی میگه زرگر در اومد زنش شتگی است. گفت چیکار کردی راست شد بگو. شوهر شد گفت چیکار نکردم بگو تا بد نکن. چی گه پشیدگیه. همیش سقا 15 سال خدمت خانه ما را کرده است. تا حاضی را همی کمبودیوش ندیدم. تا حاضی را ندیدم که در یک جا حتی سرش نمیبرداشت. این روزی که جرأت کرده مقصد اینم اومد زانوی مرا قشو گرفت. راست شب او چیکار کرده اینو تصحیح نکرد. او برای حدیث پیغمبر این گپ اون مخلوق نیست که بگیم شاید خطا کرده باشه. عفت زنهای مردم باز نگه داره تا عفت زناتون نگه بدارن. زرگر گفت یک زنی صاحب جمال دکان اومد. این چله را میکنه در دستش نمیشه، ایش نمیشه. با یک چله را خودم گرفتم میگه در انگشتش دوختم دستاش بسیار سفید زیبا بود. همون دست میگه اندک کم تا فشار دادم که سبحان الله اینقدر دستای زیبا داری. اینم یک کم بودی کردم. او رود سیاه بود. هرچی ای پیشتر نرفت یعنی کوبو بدتر میشی. عیف نساء الناس تعیف نساء. عفت زنهای مردم نگه بداره تا اینکه عفت زنهای شما را نگه بدارن. قاعده همین است. برای همین این زنا جوانمردی نیست. مرد کسی را میگن که با وجود اون که شهوت داره خشم نگه میداره. میگه اون یکی میگشت حضرت مولوی میگه یک آدم میگه در دست شم در بازار گشته است. بلفضول گفت تو رو ای فلان هینچی میجویی به سوی هر دکان. یا آدم دید گوه مرد چی گفتستی تی قدر در دست شم در روز روشن در دکانو. گفت میجویم به هر سو آدمی کوبوت حی از حیات این دمی. او ما یک جوان مرد گفتستیم آدمی حقیقی. اون یکی گفتش که هست بازار پر مرد مانند آخر ای دانای حار. ای خونت پریگنده گفت همین بازار در همه مردکان همه مردک شیشتگیان اوکی حجت به شم گرفتن دکان با دکان کفتن نیست. گفت جوی مرد در جاده دراه در وقتی خشم و هم به هنگام شراه. وقتی خشم و وقتی شهوت مرد کو طالب اویم مقصد کو با کو. یعنی من میگم مرده که در دو حالت جستجو دارم. وقتی که در حالت خشم غضب باشه و در حالت شهوت باشه. در همین دو حالت میگه همون مرد کو من معمتری مرد گفتستم. کو در این دو راه مرد در جهان تا فدای او کنم امروز جان. انتری جوان مرد که جدا به خدا قسم گفت جان ما فداش میکنم. ترک خشم و شهوت
مقصد این روحی پیغمبرای کاری هر کس نیست، کاری هر بز نیست. خیر من گفتم همین جوان مردایی را که میبینه که یا عفت دارن یا شرم و حیا دارن، وقتی زنی بیگانه را میبینن سرشون خم میکنن، گو همین با یقین بدانه که انشاءالله پیش پروردگار را حکم ملائکه را دارن. خداوند پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که انا حبیب الله و شاب نشأ فی عبادت الله ایضا حبیب الله. من حبیب الله هستم، همین جوانی که در عبادت خدا نشأ نوا می‌یابد، جوانی که به خاطر خدا انم شهوت میکشه، شهوت های میزنه، او را حبیب الله های. برای مرد کسی یک خواهر اسلامی که بعد سلام و بخشش بسیار گفته است که شوهرم بسیار وقت مست میاد به خانه، انا با زنها زنا میکنم، به همین من زندگی کنم یا نه؟ گفته است مرا لط و کوب میکند، آیا با این گونه شوهر زندگی کردن جایز است؟ احتمال جوابش را گردون. چند سال بود از زندگی میکرد؟ اکنون نگفته است، همین قبول است که اصلا شوهرم الاخره زناگره میاد با لط و کوب میکنه، آیا با زنهای بیگانه زنا میکنه، آیا من به همین زندگی کنم یا نه؟ اصلا همین در نکاح پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین کفر تأکید کرده است. تخیروا لنطفکم وانکحوا الاکفاء. حضرت میگه برای اما نطفاتو، برای تخمتون مقصد که زمین خوب اختیار کنه و وقتی که نکاح میکنه زن میگیره کوشش کنه که هم کفوی خودتون بگیره، هم کف بگیره. هیچ وقت مردی فاسق و فاجر با زن صالحه هم کف شده نمیتونه. اینجا عیب بیشتر از هم پدر و مادرها است که اهمیت نمیتن. ای خیلی کار داره و دکان داره و تجارت داره و فلان داره، گفته این نگه نمیکنه که اوی همی مستقیم بنده خدا هست نیست و چیکار و بار مشغول عبادت چم بکنه نمیکنه، همین طرفی مسئله دینیش اهمیت نمیتیم و بعضی بیچاره همتری در عذاب و در مشقت میغلطن. عیب اساسی را من در همین میدونم که شاید در وقت پدر و مادر نگه نکردن که در کی میتن. عیب دویم همیشه در زنه، اول زن و آخر زن و آنگه زن مرد. اگر زن همت داشته باشه، اگر همین سعی داشته باشه، اگر بخواه که مرد اصلاح کنه، با خدا قسم خداوند تمام شرایط امکان براش فراهم می‌کنه. خوف نمیکنه مرد که تمام خوفش کندن در کار نیست، اصلاحش کردن میتونه.